گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟ خانم تقی‌پور از سوی پشتیبانان شاهزاده رضا پهلوی خواهش میکنم که سخنانشون رو بفرمایید. ما به یمن عشق اینجا مانده ایم، تو گمان داری که تنها مانده ایم. بوی گل را در چه میجویی که ما خود همانیم و ز خود وامانده ایم. ما میتوانیم. پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سالگرد جنبش 18 تیر. به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران، از خداوند بزرگ سپاسگزارم که به این سرزمین جوانانی عطا کرده است که هم خردمندند، هم دلیر، هم تشنه آزادی‌اند و هم جوینده راستی و حق. از پدران و مادران ایران زمین، از ژرفنای وجودم سپاسگزارم که در سیاه ترین دورانها روشنندیش ترین فرزندان را پروراندند. هم میهنانم 10 سال پیش از این در 18 تیر 1378 تاریک اندیشان چهره بر میهن فریاد آزادی خواهی و حق طلبی جوانان ما را به وحشیانه ترین وجه سرکوب کردند. در آن روزها سردمداران رژیم چون همه ستمگران تاریخ بر این خیال باطل بودند که با خشونت کور میتوان خواست معطوف به آزادی را نابود کرد. امروز اما جهان شاهد این است که آن فریاد بزرگ نه تنها نمرده است، بلکه هزاران بار زنده تر از پیش در آسمان ایران زمین طنین افکن شده است. دانشجویان، کارگران، آموزگاران، روحانیان و سپاهیان ایران زمین، ارزش‌های جهان شمول چون آزادی وجدان، برابری زن و مرد و حق آزادی بیان، ارزش‌های فراملی، غیر نسبی و جاودانی اند که هرگز نمیتوان سرکوبشان کرد. از این رو دیری نخواهد گذشت که ما ایرانیان نیز با یاری و همدوشی یکدیگر چون دیگر ملت‌های آزاد جهان یکایک این ارزش‌های بنیادین را در چارچوب یک قانون اساسی نوین پایه زیست سیاسی قرار خواهیم داد. ایرانیان، نبرد امروز ما با این حکومت ستمگر جز برای آزادی و مردم سالاری نیست. روشن است که این نبردی است به دور از خشونت و مبتنی بر والاترین ارزش‌های انسانی برای ابراز وجود خود نیاز به جواز ندارد. هم میهنانم، شما با اعتراضهای متمدنانه و پیوسته‌تان به جهان نشان دادید که برای حکومت کودتایی حقانیتی قائل نیستید و دولت زورمدار و مردم ستیزی را که تقدس صندوق رأی را لگدمال کرده است به رسمیت نمی‌شناسید. با در نگر گرفتن همه این امور آشکار است که هر گونه راهپیمایی و دادخواهی که بنابر روح تمدن پرشکوه ایرانی مسلماً به دور از هر گونه خشونت خودخواسته انجام می‌گیرد نیاز به مجوز از هیچ نهادی ندارد. و در اینجا من به مسئولان درجه اول این جمهوری ضد اسلامی و ضد ایرانی گوشزد می‌کنم که مردم ایران زمین به عنوان یگانه مالکان این آب و خاک مجاز و مختارند که تا رسیدن به آزادی کامل در هر نقطه از سرزمین خود
و در هر گاه که خود مایلند و تشخیص میدهند به خیابانها و میدانها آمده دست در دست و دوش به دوش یکدیگر صدای دادخواهانه خود را به گوش جهان برسانند. به خدایید دست از ویرانی برکشید، فریاد آزادی را بشنوید و از سر راه مردم کنار بروید. ایرانیان، پایداری و همبستگی میلیونی شما مافیای حکومتی و دستگاه‌های سرکوبگرش را به هراس انداخته است. حکومت اسلامی امروز در بدترین شرایط روحی به سر میبرد، در حالی که پیکار هوشمندانه ملی در آستانه فازی نوین قرار گرفته است. هم میهنانم، امروز پیکار ملی میرود تا در این فاز نوین فرای راهپیمایی‌های خیابانی و شعارهای شبانه سلسله اعصاب رژیم را نیز هدف قرار دهد. فازی که در آن هسته‌های مقاومت مردمی در سراسر کشور و در میان همه طیف‌های اجتماعی تشکیل شده و مبارزه از طریق انجام اعتصابات سراسری گام به گام تا فروپاشی کامل و نهایی رژیم و برافرازی یک حکومت مردمی قانونی و مدرن به پیش برده می شود. من برای رسیدن شما به این هدف عالی و غرورآفرین با تمام توان با شما خواهم بود. خدا نگهدار ایران و ایرانی باد. رضا پهلوی. خیلی ممنون. سخنران